سلام دوستان، خسته نباشین. امروز میخوایم یک عدد شیر وتالارم ببندیم. همونش که مشاهده میکنین یه شیر وتالارمه که طریق کار کردنش اینجوریه، شبیه یک شیر یک طرفه میمونه. این قسمت نگاه کنید چند تا سوراخ ریز دور این رینگه هست. خب موقعی که اگر نشتی آب در سیستم داشته باشیم، یعنی به صورت قطره‌ای یا یه مقدار بیشتر یا کمتر، از این قسمتی که سوراخ‌های ریز دور اون رینگ هست آب نفوذ میکنه، میاد از یکی از این شیرها، از این خروجی ها یکیش میاد داخل این مخزن. اگر نشتیمون ریز باشه این مخزن پر نمیشه، توسط این سوراخ که اینجا هست تخلیه میشه. ولی اگر نشتی زیاد باشه یا حریقی اتفاق افتاده باشه، این پولکی میاد بالا و آب از این قسمت وارد این مخزن میشه، مخزن پر میشه و وقتی هم که پر شد اینجا یه آلارم مکانیکی داریم شبیه آسیاب آبی میمونه. یه میکرو سویچ، پرشر سویچ هم این بالا داریم که پرشر سویچ میچسبه، یه سیگنالی رو به پنل لامرق میفرسته. این هم یه صدای مکانیکی در داخل پمپخونه تولید میکنه. این هم شیر تخلیه درین، تخلیه رایزره. اینجا دو تا شیر داریم، یکیش دائم بازه، یکیش هم که موقع تست باز میکنیم که آب بیاد پر کنه ببینیم این تجهیزی که این بالا نصب شدن درست کار میکنن یا نه. این قسمت هم دو تا شیر داریم، دو تا خروجی داریم. فشار بالای خط نشون میده، اون قسمت این هم فشار پایین خط نشون میده. یه شیر یه طرف هم اینجا هست که آبو نمیذاره بیاد بالا. این هم برند وتالار.